عزیز سلام. مراجعه کننده عزیزمون به دلیل اینکه واکسن کرونا زده بودن و بعدش هم کرونا گرفته بودن دچار اختلال نوز شده بودن. پیش ما مراجعه کردن و ما براشون درمان رو شروع کردیم. الان جلسه دومشون هست که واسه این کار داریم انجام میدیم به کمک سلولای بنیادی بند ناف جنین و چند فاکتور دیگه داریم براشون درمان رو انجام میدیم تا ان شاءالله به نتیجه برسن. حالا نظر خودشون هم میپرسیم ببینیم که بعد یک جلسه درمان به چه صورت بوده. بفرمایید. دست شما درد نکنه. من که توی جلسه مقدار خیلی زیادی واقعا جواب گرفتم، واقعا بی‌نظیر بودش. درد که نداشتین؟ نه، درد اصلا نداشتم. از نتیجه جلسه اول فعلا راضی بود؟ بله انشالله که بعدی